السلام علیکم مهمانان محترم، همدیاران عزیز. میگوید که ای دوست مراسم مبارک دارم، ای دوست مراسم مبارک دارم، شادی مرا بیا ببینیم با هم. امروز دلی مرا اگر برداری، خاک قدمت به دیده می بردارم. در حقیقت همین مردمی که گوشتین میگیرد، مردمی که مخلص گوشتین گیرا است، بهترین مردمند. من اینجا به حاضر ما که اسمت الله قطعی آمده، اسمت الله عبدالله، این کس یک نفری بودن که نه تنها تاجیکستانه بلکه اتفاق سوویتی سابقه در عرصه جهان معرفی می نمودند و اولین معلم گوشتین سامبا و اینقدر گوشتینگیری که تربیه یافت و اینقدر گوشتینگیری که به وایه رسید و تا من همین سن سال اکای جلال کنی اکای جلال من تا همین سن سال اکای جلال و اکای رحمتی عبدالمنان زاکر و همینا را استاداشون من همین اکای اسمت الله است. یک بار دیگه برای اون نفرانی که با اکای اسمت الله آمدگن، با او پهلوانانی که در اینجا نشستند، با او مربیانی که در اینجا نشستند، با او داورانی که در اینجا نشستند، از ما من مردمی که بسیار مخلص است، همش با اظهار مینداری کرده برای اینقدر کاری پرمشقت برای اینقدر کاری زحمت طلب مینداری تمام اهل ناحیه و من مخلصانی که از تمام گوشه کنار تاجیکستان و از آن جمله از قرقیزستان و ازبکستان هم اینجا مهمان داریم. از نام همه همینا به همین پهلوانان و مربیان و داوران رحمت میگیم. این دهه قهرمان است. از بس که بعضا گچک همیشه گوشتین میتیم میگه گوشتین گچک میریم. این میدان دهه قهرمان است. دهه هم دهه قهرمان است و همچو قهرمان هم مردمش هم قهرمان است. هفته گذشته در همین دهه گوشتین بود، از سببی که بارانگری بسیار شد گوشتین با دیگر روز ماندیم، لیکن تنها از همون جوانان بلند ناموسی همه پهلوان با هم گوشتین گیرند. دو ماشین حاضر اینجا برای نمایش ایستاده است، با دو ماشین دیگر تالانش هست مادم اینجا برای آبروی خودشان گوشتین گیرند. کدامی که میافته ناامید نشد، با هفته دیگه با گوشتین داریم، ناامید نشد. خدا همین دولت ما اقتدارش خوب باشد، استوار باشد، در گرد دولت ما همین شما ور جوان مردا همه وقت مستحکم بیان بسته پایدار خدمت کنید. در سایه سروری جناب عالی ما همه وقت چقدر که دولت و ما غمخوار است، ما غمخوار را با شما گوشتین ها را دیگه معرکه ها را دیگه چاره بینای فرهنگ با هم میگذرانیم. تمام پهلوان شناخته تاجیکستان داری گوشتین یکی باز که خیلی شروع شد. الافتخار حضرت ریس نفسه آره جوان مرده همین است. حاضرتم چی داری من